با سلام، رنجه هستم از مرکز تعمیرات تخصصی سیناپس. در مورد LED ها میخوام یه توضیحاتی بدم در مورد نحوه تعمیراتش تو این مدل از LED ها که خرابی توش زیاد داریم، به خاطر اینکه بعضی مدت کار کردن این LED ها میسوزن و باعث میشه که مدارتون خاموش بشه و خود LED دیگه روشن نشه. LED ها تو توانهای مختلفی ساخته میشن و کاربردهای خب زیادی دارن توی همه خونه، تو همه مغازه و جایی که نیاز به روشنایی داریم از این LED ها خب استفاده میشه. یه زمان خب به صرفه نبود برای تعمیرش، ولی حالا خب شما میتونین با این روشایی که میگم میتونین LED ها رو تعمیر کنید و مجددا ازش استفاده کنید. خب یه سری نکات هست که تو تعمیر LED ها حتما باید رعایت کنین تا بعد از تعمیر این بتونه کار بکنه براتون، چون اگر این کار رو انجام ندین LED دوباره اگه تعمیر بشه مدت زیادی کار نخواهد کرد. خب این روشایی که من الان تست کردم و جواب گرفتم بهتون میگم و شما هم از این میتونین استفاده کنین. خب در کل ما 3 مدل یا 3 روش وجود داره که میتونه LED رو تعمیراتش رو انجام بدیم و بتونه براتون کار انجام. خب اولین روش اینه که شما این ماژولات تو بازار هستش، مثلا این یک LED که 50 وات هستش و 4500 لومن است که شدت روشنایی این LED هستش. خب ماژول 50 وات باید تهیه کنین، حالا سایزش هم اندازه همین باشه، به صورت گرد باشه چون به صورت مربع هم داریم که بتونید جایگزین کنید و کارتون رو انجام بده. یه روش دیگه هم اینه که شما وقتی LED سوخته پیدا میکنین این LED سوخته رو حالا با پنس چیزی جدا میکنین از روی بورد و LED رو از این LED ها تهیه میکنین توی بورد، از بوردهای قدیمی که همین ماژول روش هستش میتونین از اونا در بیارین، با یه حرارت از زیر با هیتر میتونین رو در بیارین و مجددا با توجه به جهت این LED روی بورد جاگذاری کنین. خب این یه ذره مشکل هستش و خوب جواب نمیده، یعنی بعضی مدت کار کردن مجددا خراب میشن. بهترین روشی که حالا من خودم این کارو کردم اینه که شما یه سری مقاومت با یک اهم خاصی و جای این LED هایی که سوخته جایگزین میکنین. خب بهترین مقاومتی که من پیدا کردم تو این LED ها جواب میده 10 اهم هستش که حالا من اینو گذاشتم سر این جای LED های سوخته که خب جوابم میده. این LED ها رو حتما با یه فاصله از روی بورد جاگذاری کنین، با پایه باشه، به صورت عمودی قرار بدین، چون این گرمایی که این روی این صفحه ایجاد میشه باعث میشه که اگه اینو بچسبونین روی بورد باعث میشه که اینم داغ بشه و مقاومتتون بسوزه. پس بهتره این که توی بالا بیاریم، یه مقدار از روی سطح بورد یه ذره بالاتر قرار بدیم و این کار رو انجام بدین تا بتونه مدت زیادی براتون کار کنه. خب برای تشخیص این که حالا این LED سوخته یه روش اینه که روی خود LED نگاه کنید، یک نقطه سیاهی معمولا ایجاد میشه داخل این LED ها، نشون میده که LED سوخته. روش دیگه اینه که شما ولتاژ این LED ها معمولا روی 7.5 ولت روشن میشن، 7 تا 7.5 ولت روشن میشن. اینا دست منبع تغذیه‌تون رو روشن میکنین، روی ولتاژ 7.5 قرار میدین با جریان مینیمم و اینو روی تک تک LED ها تست میکنیم. معمولا چند تا LED با هم سری هستن، یعنی شما اگه یه دونش رو روشن کنی دو تا دیگه هم روشن میشه. چون این LED ها با هم هستن به خاطر هم باعث روی ولتاژ 7.5 یا 7 قرار بدین، چون اینا هولوش 3 ولت هستن. دو تا وقتی روشن بخوام بشن نیاز به ولتاژ بالاتری هستش که میان روی 7 یا 7.5 ولت قرار میدین و این LED ها خب به تبع روشن میشن. الان اینجا مثلا دو تا با هم قرار دارن که میبینین روشن میشه و میتونین ببینین که کدوم LED رو تست کنین، ببینین کدوم LED تون سوخته و از روی بورد جدا کنین و با این روشی که گفتم این تعمیر رو انجام بدین. و حتما هم به این نکته توجه کنین که
این مقاومتی که روی بورد سوار میکنین با فاصله روی بورد جاگذاری بشه تا مجددا نسوزه. این از روش تعمیر LED ها. فرقی هم نمیکنه که با چه توانی باشه این LED ها، یعنی 50 وات باشه، 10 وات باشه، 15 وات باشه، فرقی نمیکنه. روش تستش همینه. میتونین LED ها رو به این روش تست کنین و قطعه معیوب جدا کنین و به جاش میتونین یه مقاومتی قرار بدین که این کار رو براتون انجام بده. من الان میام اینا رو دوتا سوخته بودش عوضش کردم و الان میزنم به برق ببینیم که به چه شکلی هستش. خب همونطور که میبینین الان روشن شده و هیچ مشکلی نداره. پس به راحتی شما میتونین LED ها رو تعمیر کنین و به این شکل دیگه نیازی به خرید مجدد LED نیستش. روش های دیگه حالا که توی اینستاگرام و اینا قرار میدن که با یک مداد میان دورش ختمش کنن و این اتصال برقرار میکنه، این روش درستی نیستش، چون اگه روشن هم بشه مدت زیادی کار نخواهد کرد، چون خود نوک مداد هسته در زغال هستش و میتونه در اتصال رو برقرار کنه ولی سریعا ذوب میشه و مدار مجددا قطع میشه. روش استاندارد و اصولیش همینه که شما به جاش بایستی یک مقاومتی رو قرار بدین تا این جریان ولتاژ هم ارتباط برقرار کنه بین بقیه LED ها و همین که یه مقدار توان رو خودش تلف کنه تا بتونه بقیه LED ها به تناسب اون چیزی که نیازه بهشون ولتاژ جریان برسه تا نسوزن. ممنون از توجه شما. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم.